ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک هی کنم باز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان بسیار گرامی قدر، یکایک شما را بنده شخصا از نام خودم و از نام استادان به فرارسی عید سید فطر و به سزاوار شدن شاه جایزه که مغفرت الله یگانه است تهنیت میگویم. الله حق سبحانه و تعالی تمام طاعت و عبادت و سعی و کوشش ما و شما را به درگاه بینیاز خود قبول فرموده و در این ایام عید برای ما و شما خوشنودی کردن و خوشحال شدن با سزاوار شدن شاه جایزه الله مشرف گرداند. و چنانه که گذشتگان ما و شما همدیگر را دعا کرده تهنیت میکردند، آن دعا را برایتان گفتنیم: تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. الله حق سبحانه و تعالی از ما و شما عملهای صالحی که طول این یک ماه انجام دادیم به درگاه خود بپذیرد و الله حق سبحانه و تعالی را دعا کنیم که الله ما و شما را به رمضانهای زیاد و زیاد نصیب گرداند و البته در این ایام مبارک دوستان خود، خویش و تبار خود و مخصوصاً انسانهای نیازمند را به دل آنها خرسندی در آوردن را فراموش نکنیم. دوستان عزیز، این روزها چنانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ایام اکل و شرب، این روزها روزهای خرسندی است، روزهای طعام خوردن و طعام دادن و روزهای فرحمندی است. الله حق سبحانه و تعالی به کل امت اسلامی عید سید فطر را مبارک و پرفیض گرداند. عید سید فطرتان مبارک باشد دوستان عزیز.